يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. حديث سياكم حديث أبو العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى وأرضاه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وعليكم السلام، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. یکم چیز واسه گفتید که 6 چیز گفته. یکمش چی گفتم؟ یعنی پیش از حدیث پیش از حدیث گذشتن، یعنی برای که حدیث نقض فهمیدن 6 چیز به ما محتاجه. یکمش چی گفتم؟ یعنی رجال اسناد. یکم چی گفتم؟ یعنی رجال اسناد. یکم رجال اسناد، رجالش یعنی راوی های حدیث. طبعا صحابه نعم أبو العباس سهل بن سعد ابن مالك ابن خالد الخزرجي الأنصاري. سهل بن سعد ابن مالك ابن خالد الخزرجي الأنصاري أبو العباس یکی از صغار صحابه ها. خودش و پدرش که صحابی، خودش و پدرش که گفتیم صحابی، سهل و سعد هر دوش که هم کیان صحابیان. خودش یعنی از صغار، یعنی از جوان ها بودگی. یعنی قول راجح وقتی که نعم میپرسن سهله، وقتی حدیث تلاعون میدونیتون؟ حدیث متلاعنین معنای متلاعنین چی؟ کی؟ زن شوهر. همینه که روایت میکند سهل ابن سعد. همین قصه شدگیه سهل دیدگی. تو چند ساله بودی؟ گفتگینده سهل میگوید که 15 ساله بودم. یعنی این واقعه تلاعون سوره نور، یعنی سال 10 نازل شدگی. یعنی سال 10 چند ساله بود؟ 15 ساله بود. همین به قبل از هجره 5 سال پیش از این وفات کرد. یعنی وقتی وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم 15 ساله بود. 5 سال پیش از هجره، 10 سال هجره، 5 و 10 چند میشه؟ 15 میشه. فهمیدین یا نفهمیدین؟ تولد وفات گفتم؟ نه خطا هیچ خیلی مثلا میشه. خطا سبق اللسان. 5 سال پیش از هجره تولد شدگی. همین انده وقتی وفات علیه الصلاة و السلام چند ساله میشه؟ 15 ساله میشه. 15 16 به رفتگی جوان بود. یعنی این که بود سهل ابن سعد ساعدی، خودش و پدرش که گفتیم صحابه گفتیم. نه و باقی رجال اسناد این حدیث از طریق که روایت شده، این حدیث از طریق خالد ابن عمرو القرشی الاموی. خالد ابن عمرو القرشی الاموی این حدیث که روایت میکند از سفیان ثوری. نعم رجالش یعنی مدار الاسناد، مدار السند که به مدار على خالد ابن عمرو القرشي عن سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري ابو عبد الله عن ابي حازم. ابو حازم از سهل که شد که میشد و ابو حازم انا دو تا ابو حازم، یکی سلمان الاشجعی، دویمش سلمه ابن دینار. این ابو حازمی که از سهل روایت میکرد، این که گفتیم سلمه ابن دینار، یعنی از طریق سلمه ابن دینار از سهل ابن سعد. علامه چیه؟ رجال. رجالش. فهمدید؟ این چی بوده است؟ یعنی رجالش بوده است. نعم فهمدید؟ رجالش. نعم.
و نعم این رجالش نمیده چیش. طبعا رجال بینم نعم حکم یعنی حکم کردن. طبعا صحابی و ابو حازم این از رجال بخاری مسلم ثقه، سفیان ثوری ثقه، خالد بن عمرو القرشی اموی هذا فيه كلام كثير. بل چی گفتن بعضی اهل علم ضعیف بدنش به تقریبا اتفاق کردن، ضعیف گفتن اینه. فهمدید کیه یعنی؟ ها خالد بن عمرو القرشی ضعیف گفتن، مثل بخاری، احمد بن حنبل، یحیی بن معین، ابو حاتم. ها چی گفتن اینه؟ ضعیف گفتن. چی گفتن یعنی؟ ضعیف گفتن. فهمدید؟ نعم. انا اکنون این یا تفضل. این چی بود یعنی؟ رجال بود. رجال بود. دویمش گفتم چی میکنه یعنی؟ دویمش تخریج حدیث. تخریج حدیث. تخریج چه؟ حدیث. دویمش تخریج حدیث یعنی من الذي اخرج الحديث. حدیث کی روایت کرده؟ ابن ماجه. چه خیلی که گفت ابن ماجه از همین طریق روایت کرده، طریق خالد ابن عمرو القرشي الاموي روایت کرده، يعني من طريق خالد عن سفيان عن ابي حازم عن ابي العباس اي سهل بن سعد الساعدي. فهمت؟ إن نعم. وكذلك حديث مثلا شوي عقيلي، حديث عقيلي هذا من طريق رواية كارجي. وكذلك حديث ابن عدي كامل با وعقيلي ضعفاء با از طريق بوك رواية كارجي از طريق محمد بن كثير الصنعاني، از طريق رواية كارجي محمد بن كثير الصنعاني. محمد بن كثير الصنعاني رواية ميكنات السفيان عن ابي حازم عن سهل بن سعد الساعدي. سهل بن سعد. سهل اصلا نومش حزن بدگی. حزن وزمینی. سهل معنوش چی؟ سبوکی. حزن بدگی. حزن رسول صلی الله علیه و سلم بگروندگی. سعد بن سهل. چی؟ کی جوانی خطا؟ یعنی مطبعی خطای مطبعی شده، یعنی تابع کامپیوتر چی خطا کردگی. سهل بن سعد حديثي لو أوتينا راية رجلا يحب الله ويحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. حديثي سهل بتكون. حديثي سهل مش سهل. برای اصل نومش حزن بود. نومش حزن یعنی غمگینی دشواری بود. رسول صلی الله علیه و برای چی نام گفت؟ نام خوب مونید گفت. سهل با آسانی به چی کرد یعنی؟ اوای دیگه اوای سعید ابن مسیب. سعید ابن مسیب ابن که سعید ابن مسیب ابن حزن. حزن. میگه وای نکرده که بابای سعید. نعم. اذا حدیث چی گفتیم یعنی؟ و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اذا و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اذا حديث وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن حديث از طريقي كي گفتم يعني كذلك الطريق محمد بن كثير الصنعاني ومدقي. وكذلك حديث نعم از كدوم طريق ومدقي تخريج حديث قيم بو از طريق أبو قتادة الحراني. وكذلك از كي ومدقي از مهران ابن أبي عمر الرازي. إذن چند کس شد بابا؟ 4 کس. كينو خالد ابن عمرو القرشي الأموي، محمد ابن كثير الصنعاني، وسيمش أبو قتادة نعم أبو قتادة الحراني، وشورمش مهران ابن أبي عمر الرازي. هم أربعتهم عن سفيان عن أبي حازم عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي الخزرجي الأنصاري. فهمت؟ إذن تخريج فهمت؟ چه بشد؟ أنا من چه بشد؟ مسألة سيم چه گفتم؟ مسألة سيم ذكر علماء الذين طعنوا في الحديث. فهمتید؟ یکم رجال گفتیم. دوم تخریج. سوم چه؟ علماهایی که حدیث به طعنه کردن، حدیث ضعیف گفتن. فهمتید؟ حدیث طعنه کردن. باید که چه طعنه علماهای میگیریم، یعنی علماها حدیث ضعیف گفتن، کذب گفتن، موضوع گفتن. سونه فهمتید؟ نقل میکنیم قوله. سونه چهارمش جواب میتیم. موافق میشیم یا که مخالف میشیم و یا با. فهمتید؟
سیمش یعنی علماهایی که چیکار کردن حدیث به طعنه کردن. طعنه یعنی چی کردن؟ ضعیف گفتن. حدیث یعنی چی گفتن؟ تضعیف، ضعفوا الحديث. فهمت؟ حدیث ضعیف گفتن. ذكر تعني العلماء، ذكر تعني العلماء لهذا الحديث يعني للحديث. ذكر تعني العلماء للحديث. نعم حديث تعنى كردن يعني ضعف تعني معناش يعني ضعيف گفتن. فهمت؟ ضعیف گفتن. همین با ابو حاتم رحمت الله علیه وقتی که پرسیدن ابو حاتم گفت این حدیث باطل گفتین، حدیث باطل گفتین حدیث. امام احمد ابن نام حشیش او نام وقتی که پرسید وقتی که امام احمد پرسید، امام احمد گفت که ما هذا، گفت این چی گفت؟ گفتن که حدیث از طریق خالد، گفت که قد وقعنا على خالد ابن عمرو، بالای خالد با افتاده ما گفت، یعنی خالد چی؟ جرح کرده که ما گفت، یعنی امام احمد. فهمدید؟ یعنی این چی؟ آدمین علماء چی این حدیثه یعنی چی گفتن؟ یعنی طعنه کرد، یعنی ضعیف گفتن. طبعا طریقی که طریق خالد ابن عمرو. فهمدید؟ چهارمش حکم الحدیث. حکم حدیث چی میشه؟ کن ضعیف میشه، صحیح میشه، حسن میشد، چی میشد حدیث؟ لا شک قول امام احمد ابو حاتم که گفت خلاص، یعنی چی کی جرأت میکند که اومده امام احمد به یعنی رد کردن با گردنش میشکنه. یعنی امام احمد و ابو حاتم رد کردن گردن شکستن آسان تر. امام احمد و ابو حاتم رد میکنی. طبعا گفتیم که چی گفتیم؟ یعنی ایننده یعنی نمیشه. یعنی بعضی احمقا پیدا شده که میگه که هذا حدیث ضعفه احمد و ابو حاتم ولكني ارى انه صحیح. یعنی اینا میگیم روی هو پشت جبل احد اندگو این که قولتش کف نشنوند با. یعنی امروز پیدا شده اومده میگه که امام احمد و امام ابو حاتم حدیث ضعیف گفتن، لیکن من فکر میکنم که حدیث صحیح. میگیم که فکرت روی هو پشت احد برفتگو. هذا من چیز یعنی چی شده این چیز؟ قبل ما تصرم، یعنی قبل از انگور شدن مباشرتا میز میشم گفت. یعنی همیشه برادر این برای میز شدن اول پختن در کار، پس انگور میدنید که میز چخیل میشد. برای که انگور میز شدنش چی میشد؟ و اول میپزد، سخت میپزد. این احمق چی میگوید؟ یعنی میگوید که ولی وای انگور غوره نشد، میگوید که دوا یک بار میز میشیم. حیات یعنی من این حکم اینا به موافق نیم و خلاص موافق نبود چیکار کنیم؟ راه خودت بحر بنداز. راه بحر بنداز خودت، چیکار کنیم دیگه؟ موافق نیست نمیشه. برای همین یعنی به جهت علمی ابن عدی رحمت الله علیه یکی از علمای جرح تعدیل، علمای علل، حدیث چی گفت؟ طریق محمد ابن کثیر صنعانی ترجیح کرد. فهمتید؟ محمد ابن كثير الصنعاني هذا فيه يعني خليك ابن رجب گفته بعض العلماء وثقوه. بعض علماء یعنی بعضی ضعیف گفتن، بعضیشون ثقه گفتن. اینه اگر از این جانب نگاه کرده باشیم حدیث طریقی خالد نه، طریق خالد چه خليك امام احمد و ابو داود ابو حاتم گفت، لیکن با این طریق حدیث چی میشه؟ یعنی درجه چی میشه؟ یعنی بلندتر میشه. فهمتید؟ على كل این حدیث چی یعنی كذلك شواهد دارد حدیث، مثل از مرسلی که اومده یعنی ربعی ابن حراش. نعم ربعی ابن حراش مثلا اسناد تو ربعی ابن حراش صحیح، حدیث شواهد ها دارد. یعنی این چی میشه؟ یعنی برای انا از همین جانب العلامه نووی رحمت الله علیه حدیث چی گفت؟ حسن گفت. حکم حدیث چی بده است؟ یعنی حسن بده است. فهمید؟ حکم حدیث چند من حکم حدیث؟ چهارم. فهمید؟ چهارم. فهمید؟ نعم یعنی خاصتا مثلا معنای حدیث به آیت ها مثلا چی ها دلالت میکند. نه دو تا اسناد دیگه تخریج کردیم که ویام ضعیفه، چهار کس گفتم. نعم یعنی گفتیم که حاضر محمد ابن کثیر گفتیم الصنعانی یعنی مختلفون، بعضی اهل وی ثقه گفتن، همه دیگه گفتگیش نه، بعضی ثقه گفته یا سته دیگرش چی؟ و یا ضعفوا، همه ضعفوا. پنجمش چی گفتیم؟ غریب الحدیث. شواهد به شتاب نکنید. العجلة من الشیطان. پنجمش غریب الحدیث. غریب و چی؟ حدیث. یعنی غریب و حدیث
کلمه هایی که غریب، کلمه هایی که غریب معلوم نه هست، هم کلمه های چی شرح کردن.